فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن، گرچه این سوال بارها جواب داده شده، بازم اگر خیلی مختصر بفرمایید، رنگ کردن موی سر و صورت چه حکمی دارد؟ درباره رنگ کردن موی سر و صورت، رنگ‌های دیگری که باشه، مثلا حنا باشه یا رنگ دیگری، در شریعت اسلامی هیچ گونه ممنوعیتی نیامده، نه برای زن و نه برای مرد. ممنوعیتی به صورت کلی نیامده، منتها با توجه به این که یک معیار کلی رو شریعت قرار داده در این زمینه که انسان نباید خودش رو یعنی انگشت نما بکنه در میان جامعه، بگونی باشد که یعنی متفاوت از تمام مردم باشه که با این رنگ مثلا اونو بشناسند یا با مدل لباس اونو بشناسند، هر چیزی باشه، این که انسان خودش رو انگشت نما بکند در جامعه، شهره آفاق بشه با اون پوشش خاص، این به اصطلاح ممنوع است در شریعت اسلامی. اما این که به اصطلاح به صورت عادی تمام مردم این کار رو انجام میدن، یکی میخواد مثلا موهای خودش رو رنگ بکند، اهم از مرد و زن، هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره. فقط بحث هایی که شده در مورد رنگ سیاه هست، آیا استفاده کردن از رنگ سیاه یا حنای سیاه جایز هست یا جایز نیست. در این زمینه روایت اومده در سنن ترمذی و در صحیح مسلم، روایت اومده که وقتی که اینها رو بحث میکنیم، اینا هیچ گونه دلالتی بر حرمت استفاده رنگ سیاه ندارند. مثلا درباره حدیثی که در صحیح مسلم هست درباره پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اومده که غیروا هذا، که موی ابو قحافه رو شما تغییر بدید، و جنبوا السواد، از رنگ سیاه پرهیز بکنید. اما در اینجا نگفته که این حرام هست و این کار رو نکنید، با توجه به این که ما میبینیم در سیره به اصطلاح اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله افرادی بودند که این کار رو انجام میدادند، موهایشون رو رنگ میکردند، اونم رنگ سیاه، که کتم که یک ماده هست مانند حنا هست، رنگش به اصطلاح سیاه کاملا تیره نیست، منتها سیاه به اصطلاح جلوه میده، این استفاده میکردند حضرت ابوبکر صدیق. و همچنین روایتی دیگری که اومده که در روز قیامت انسانای در آخر الزمان انسان‌های میانند که موهایشون که حواصل طیر اومده که مثل چیندان مرغ هستند و سیاه هستند، این دلالت بر تحریم نمیکنه. این یک نوع علامتی از در اینجا ذکر شده، با توجه به این که تمام این روایت، حتی در روایت صحیح مسلم هم بحث از رویش که این کلمه جنب السواد این از خود لفظ حدیث نیست، گفتار رسول الله صلی الله علیه و نیست و یک نوع اضافه شده و مدرجی هست از کلام خود راوی. و این حدیث دیگر، حدیث سنن ترمذی، هم روی سندش بحث است و دلالتش هم دلالت قطعی نیست. به این خاطر است که فقها فتوا دادند، خصوصا در مذهب احناف، نهایت حکمی رو که برایش بیان کردن این گفتند که رنگ کردن سیاه مکروه است. بحث حرمتش رو کسی در یکی از فقهای اربعین رو ذکر نکردن. پس بنابراین اگر کسی میخواد یعنی احتیاط بکنه در این زمینه، حد اکثر حکمش این است که به اصطلاح مکروه است، وگرنه دلایلی که اثبات بکنند حرمت رنگ سیاه رو، دلایل قوی و صحیح و صریح در این زمینه وجود نداره.